بر اساس گزارش روزنامه فاینانشال تایمز و منابع بین‌المللی، ایران و روسیه یک توافق تسلیحاتی محرمانه به ارزش حدود 500 میلیون یورو امضا کردند که بخش مهمی از این قرارداد شامل خرید سامانه‌های موشکی دوش‌پرتاب وربا میشه. موشک وربا نسل جدید سامانه‌های دوش‌پرتاب روسیه که از سال 2014 در ارتش این کشور به کار گرفته شده و برای مقابله با هواپیما، بالگرد و پهپادهای سبک طراحی شده. وزن این سیستم که شامل پرتابگر و موشکش میشه در حدود 17 کیلوگرمه که توسط یک سرباز قابل حمله. این موشک از موتور سوخت جامد بهره میبره و سیستم رهگیری 3 باند اپتیکال داره که بهش اجازه میده هدف واقعی رو از اختشاشات نوری و تله‌های گرمایی تشخیص بده. برد مؤثر موشک بین 500 متر تا 6.5 کیلومتر و ارتفاع درگیریش تا 4.5 کیلومتر میرسه. سرعت پرواز این موشک حدود 500 متر بر ثانیه است و قابلیت آماده سازی سریع پرتاب امکان واکنش فوری به تهدیدهای هوایی در ارتفاع پایین رو فراهم میکنه. نکته مهمی که در قرارداد این موشک‌ها وجود داره اینه که تحویل این سامانه‌ها بین سالهای 2027 تا 2029 انجام خواهد شد.